به به از این غذای خوش‌طعم و عالی مناسب فصل پاییز. بیا با من همراه شو و دستور غذاشو بگیر. سلام، اینم یه غذای مناسب فصل سرد با انار و رب انار. چه چیزایی لازم داریم؟ مرغ تیکه شده، پودر سیر، زردچوبه، فلفل سیاه، نمک، رب انار، پیازی که من اومدم رنده کردم، رب گوجه و انار، گردو و زعفران. گردو رو خرد میکنیم و زعفران رو داخل موادمون میریزیم. برای اینکه زعفران رو بهش شکر بدیم، زعفرانی که ساییدم و آب جوش ریختم روش. حالا چند تا تیکه یخ میذارم و میذارمش لابلای برنج تا دم بکشه. زعفرون رو گذاشتم لابلای برنج تا دم بکشه و غلیظ بشه. به به از این سالاد. یه سالاد مناسب همین غذا. نیاز داریم به خیار خرد شده، گوجه، هویج، گردوی خرد شده و انار دون. و برای سسش هم نیاز داریم به سس مایونز، 1 قاشق پودر سیر و کمی آب لیمو. یک کمی هم نمک بزنید. قاطی میکنید و روی سالاد میریزید. یه سالاد خوشمزه برای این غذا.